قیمت‌های دیوار رو فراموش کنید. میخوام بهتون بگم که این پراید مدل 96 تو بازار واقعی به چه قیمتی خرید و فروش میشه. تو دیوار و سایت‌های مختلف قیمت‌های عجیب غریبی برای این مدل خودرو اعلام میشه که ما در این ویدیو به بررسی و کارشناسی این خودرو میپردازیم و در آخر هم قیمت واقعی خرید و فروش این خودرو رو به شما اعلام میکنیم. پس اگه میخوای موقع خرید و فروش این ماشین سرت کلا نره، تا آخر این ویدیو همراه من باش. همیشه تو خرید ماشین چند تا مورد خیلی مهمه که باید به اونا خیلی توجه کنید. اولین چیز مهم تو ماشین موتور ماشینه که تو چه وضعیتی قرار داره، روغن ریزی داره یا نه، روغن سوزی داره، آب کم میکنه، آب کم نمیکنه، ماشین واشر نزده باشه، که حتما هر چقدر فروشنده آشنا باشه ماشین رو حتما به یک مکانیک و کارشناس فنی نشون بدید. مورد بعدی شاسیای ماشینه. شاسی ماشین خیلی مهمه. چرا؟ چون اگه شاسی ماشین، مخصوصا شاسی جلوی ماشین اگه خورده باشه، ماشین شما دچار لاستیک سابی میشه و هیچ وقت هم این عیب برطرف نمیشه، ولی شما همیشه باید زودتر از موعد معمول برای ماشینتون لاستیک تهیه کنید. و دومین مشکلی که پیش میاد ایمنیش تو جاده است، چون ماشین تعادل خوبی نداره، فرمونتون میکشه یا ماشین اون تعادل تو پیچ ها نخواهد. اگه میخواید نکته بعدی هم بدونید یه لایک بکنید که بریم بقیه‌اش هم بهتون بگم. خب میریم سر نکته بعدی که رنگ ماشینه که برای هممون هم جذابه، چون ما ایرانی قبل از اینکه فنی ماشین رو بپرسیم اول میپرسیم رنگ چقدر داره. خب رنگ ماشین هم مهمه، مخصوصا سقف و ستون. اگه سقف و ستون ماشین رنگ شدگی داشته باشه مبلغ خیلی زیادی از قیمت ماشین کم میشه، چون نشون میده ماشین یه تصادف شدید داشته یا اینکه چپ شده. باقی دور ماشین حالا برای خط و خش و زیبایی خیلی رنگ میکنن، اونم برای هر قطعه یه درصدی از قیمت ماشین کم میشه. خب همونجور که بهتون قول داده بودیم میخوایم بریم سر کارشناسی و قیمت این خودرو، پس تا انتها با من همراه باشید. این پراید مدل 1396 بدون رنگ بچهای ما کارشناسی کردن. جفت شاسی ها سالمه، هیچ رنگ شدگی نداره. از لحاظ فنی کارشناس فنی ما بررسی کرده، روغن ریزی، نمیدونم کم کردن آب یا اینکه دودی کنه هیچ مشکلی نداره و تمام مصرفی ماشینم به تازگی عوض شده، مثل تسمه تایم و تسمه دینام و لنتا و سایر لوازمی که باید عوض میکردن روی ماشین عوض کردن. قیمتی که این ماشین رو گذاشتن برای فروش 215 میلیون تومنه که رو سایت های مختلف تا 220 تومن هم شما میبینید، ولی این قیمت واقعی نیست. و قیمتی هم که دلال این ماشین رو میخره هلوش 200 میلیونه، یعنی 15 میلیون دلال روی این ماشین سود میکنه. خب دوستان امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تو کامنت ها به هم بگید که دوست دارید ماشین بعدی چه ماشینی باشه، بیشتر به ماشین ایرانی علاقه دارید یا به ماشین خارجی، و اینکه در مورد چه چیزی از ماشین اطلاعات بیشتری براتون جالبه که موقع خرید و فروش به کارتون میاد. اینا حتما برای من کامنت کنید، مطمئن باشید جواب تک تک کامنتاتون رو خواهم داد. تو ویدیوهای بعدی با من همراه باشید تا ماشینای بیشتری براتون کارشناسی کنم، هم از لحاظ قیمتی و همین که بهتون بگم باید به چه مواردیش بیشتر دقت کنید.